میگویند مرد پی هم از 3 بار زیاد زنم طلاق گوید چند طلاق حساب می شود؟ اگر مرد پی هم زنم طلاق 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 گفت 3 مراتبه مثلا یا زیاده از این، کلمه طلاق را اگر تکرارا کند و مقصدش تأکید باشد، در این صورت 1 طلاق واقع می شود. لیکن مقصدش طلاق یعنی 1، طلاق 2، طلاق 3 گفته مقصد 3 طلاق یک بار دادنی باشد، در این صورت در نزد جمهور علما از گذشتگان و از متأخرین، در نزد 4 مذهب از جمله در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد و امام بخاری و جمهور متقدمین و متأخرین چه خیلی که قید کردیم طلاق واقع میشه. لیکن بارها ما مسئله طلاق را گفتیم که مسئله طلاق مسئله نیست که انسان سوالش را اینگونه دهد و همینگونه به خود خلاصه برآورده از جواب اهل علم به خود فتوا درست کند، نه، بلکه همسر خود را گرفته به نزد یک اهل علم می روید و حادثه را پر نقل می کنید. آن شخص شما را پرسیده طبق طلاقی که از شما صادر شده است و حالتهای آن را به نظر گرفته بعد به شما فتوا می دهد. والله تعالی اعلم.